چه خیلی که دیده استادگی زندگی مهم خیلی هم زندگی نقص خوشخرسندانه اون رو به سر بر استادگیم همین مدت همین 69 تا حاضر یعنی 52 سال بود من آیلم خیلی یکم خیلی مثال مناقشه نشده است فقط در راه تربیه فرزند تربیه نبیره ها و تربیه ابیره ها یعنی وقت ما گذاندیم در عین زمان ما دعوت پیری رانده سالگیم خدا با هزاران بار شکر تقدیر کرده است سال 2014 هم با همراهی همسرم حج رفته خانه خدا زیارت کرد آمدیم و غیر از این خیلی من خیلی که دیده سالگی همه با دماغ چاق با وقت خوش زندگی مغز گذران سالگی استاد لطفاً بگویید که سببگار یکجا شدن شما و همسرتان کی و یا چی بود؟ با انتخاب خدای لدار شدید یا با انتخاب مادر؟ یکم اینکه همسایه بودیم دوم اینکه یکدیگر نزد گشتیم یعنی دوست داشته لدار شدید همین مدت همین بعد همسایه که بودیم البته با یکدیگر دیگم دیده بعد یکدیگر نزد دیده آیا از همان دوره جوانیتان که مثلا نوایلدار شدید یا از اویلدار نشدن پیش از آن هنگامی که مادر عزیز رو میشناختید یگان خاطرات دارید که مثلا برابری به خاطر آوردنش احساس خوشحالی شما رو فرا میگیرد این اختیار تبسم میکنید همین گونه لحظه ها هست خیلی این حیات این زندگی البته یک دین رو دیده از یک جا که کلون شده بودیم یک دقیقه گفته گویی این رو خیلی بود رابطه های نزدیک فرقیت نفر دوست داشته یعنی زندگی یا بگیم اویله نفر دوست داشته از اویله هایی که دوست نداشته با هم یکجا میشوند در چی است از نظر شما؟ اویله دوست داشته این از پیش از همه این مهر و محبت طرفین البته مثلا یک طرف من دوست داشتم که این دوست ندارد اون وقت اویله یکم پیش نمیره یکم پیشروی نمیشه ما یک دیگر فهم کردیم سال همین زندگی کردیم همین خطر خیلی مهر و محبتتون تا حاضر هست کدام خصوصیتی همسرتان به شما خیلی پسند است یعنی کدام خصلتشان باعث شد که شما ایشان رو دوست داشته باشید پیش از همه یکم اینکه بسیار هم آدم دوست مهمان دوست همه وقت حرکت میکند که همین یک مهمان خدا عطا کند این پیش به یک پیل چای کند و غیر از این باز بسیار هم تازه آزاده هنرمند بسیار بعضی کارهایی که در عین زمان کودکا و جوانان کرده نمیتونن همونا دستگیرما یاد میتونن همونا میآموزونن خیلی خسته‌داره خانه‌دار شوی فرزندانتون مثلا بر عهده خودتون بود انتخاب همسرانشون یا اینکه خودشون انتخاب کردن به مانند خودتون البته این پیش از همه راضیگی پدر و مادر بعد راضیگی خود فرزند ما همه کلامش که مثلا کلینیکر باشیم یا کلامش که سرخر به دار باشیم همش بی راضیگی نه همه راضیگی همدیگر خیلی یعنی اولاد شدن خانواده همش دماغش چاق همش فرزندا خدا و هزار شده همش زندگیش نقص تینج یمون چی یمون شکایت نیست مثلا در بالای از بالای عائله‌اش از بالای مثلا زندگیش از بالای ایروری یمون خیلی کمبای نیست کامل نیست شکایت نیست خب استاد چون مشاهده میکنیم فضای عائله شما فضای آرام و آسوده داره و از همین سرجمی اعضایان عائله شما برمیاد که در همه گونه حالت‌ها همه اعضایان عائله شما نبیره‌ها فرزندان کلینان و دیگر شخصانی که به این عائله نزدیک هستند شما رو به حد دوست می‌دارند و احترامتون نیز می‌کنند که البته برای سرجم نمودن عائله شما باوری دارم که همراهی مادر عزیز بسیار زحمت‌ها کشیده اید چون سرجم کردن در زمان امروز عائله رو خیلی کاری دشوار است و لطفاً بگویید که اساس این همه سرجمی از کجا منشأ می‌گیرد شما چگونه توانستید که این گونه یک عائله خوشبخت رو تشکیل کنید؟ یکمش این که برای عائله برپا کردن پیش از همه معلومات فهمش همدیگری بعد تربیه فرزند این چیز شخصا من که خودم پداگوگ که هستم از روی همین فهمش مثلا دانش پداگوگی هم فرزندان ما در راه درست تربیت کنم دو تا پسرم هرچیز صاحب معلومات عالی خودم مثال بگم حرکت کنم که همه معلومات نشوند در نتیجه عائله های همین ها هم خیلی هم نقص
ترقی نیست، کردن. یکم بیناشون اون جمع چند نیست، هم دیگر فهمی همیش مثلا یکم هیچ کمبودی نیست. شما به نفرانی که نوخوانندار هستند یا جوانانی که قصد اویله برپا کردن رو دارند چی مصلحت میدید، چی توصیه میدید تا اینکه توانند که مانند شما یک زندگی آزاد و یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند؟ پیش از همه در اویله همدیگر فهمی، وقتی که همدیگر فهمی که شد بعد مصلحت همدیگر شد. من شخصا همه که بچه‌ام با تربیت نصیحت میکنم و تربیت چی نصیحت میکنم که همین زمان شیرین همدیگر دوست دارید، همدیگر مهر محبت کنید تا این عائله بی کمبودی نمیشه. بگیم هر خیلی کمبودی دیده از پشت باید زیغ شده میکنیم مرد زنه یا که زن مرد هر خیلی مثلا گپ‌های بیهوده نزنید که این دلخنکی بیارد. من هم گپ‌های بیهوده یا که بیهوده گردی هست، بعضی ها مثلا بیهوده گردی میکنم مثلا این خیلی کارا من حرکت میکنم بچه‌ام بفهمم که این خیلی راه بود نرگه فقط تربیه فرزند، چون که تربیه هم حیات هم ممات هم مرگ است هم نجات. استاد در جامعه تاجیکستان در جامعه ما جداشوی عائله‌های جوان روز به روز زیاد شده است. این البته سرور دولت رو نیز به تشویش آورده و شما چی نظر دارید چرا عائله‌های جوان زود از هم جدا میشن؟ یکم همین که بین همین عائله‌های جوان همدیگر فهمی نیست، این یک. دویمش این که بچه‌های همین گویا که سینی همه 18-19 ساله چون خانه‌دار میکنن از عهده خانه‌دار شدن نمیبرن، خودشون تعمیر که نمیتونن. همین عائله به که کمبودی که شد بعد همین سر شدن میگیره، غربت و مثلا یک دیگر مثلا همین خیلی پس زدن و همین خیلی چیزا. اگر همین خانه جوانان حاضر خانه معلومانا شدن، بعد این معلومانا شدن باید کار کنن، بعد کار کردن بعد خانه‌دار شدن، اگر جداها هم عائلهشون نقض تین میگذاره. استاد عزیز شما نفری هستید که هم در دوران شوروی زندگی کرده اید و امروز هم در دوران استقلال البته دولت پیری میرونید. فرقیت زندگی استقلال از دوران شوروی در چی است؟ استقلالیت به شما و اعضای عائله شما به مردم شما چی داد؟ در دوره حاضر همین است که مثلا تمام همه آزاده، یگان کس مثلا این چیزی مثلا مطیع قانون مثلا ایرانی هم میشه مثلا یارشه به مثلا همه خودش زندگیش راه زندگیش علاقه یافتگی کدام راه رود که و زندگیش پیش رود، کدام راه زندگیش مثلا بهبودی شود، کدام راه که حیات شیرین گذرانه. این دوره شوروی هم شاید دوره نقض بود البته و یا ما تنقیدمون در کار چون که نصف عمر ما از دوره شوروی گذشته. حاضرش خصوصا لیکن امکانات‌های محدود داشت. مثلا جناب عالی بسیار هم آدمی بزرگ آدمی که فقط مهر و محبتشان، حرکتشان، کوشششان در بالای خلق که خلق یک بهبودی شود، یک پیشروی شود، یک مثلا زندگیش تین شود، آباد شود. انا همین راه ها با بسیار کوشش غیرت میکنم. البته ما همین بسیارها هم از همین جناب عالی پرزیدنتمون سرفرازیم. من رحمان رو توش ببین سال تولدم 1951 تولد شده. جای خواندگی هستی؟ مکتب میانه خواندگی کلخاز کار کردم. خب بعد از ختم مکتب میانه هم کلخاز در کلخاز کار میکردی نه؟ خب حالا جان شما از آن که با شوهر خود یکجا شده یگان مراتبه احساس پشیمانی کرده؟ نه. چرا؟ من همین قدر خوشبخت هستم که همه خیلی آدمی با مدنیت و غلطی دارم گفته. کدام خصلت شوهرتان به شما پسند است؟ هم خصلتشون به من پسند. از همه بهترینش کدام است به دل شما نزدیک؟ مهر مثلا محبت. شما لطفاً بگویید که در بین عائله هایی که مثلا هم در دهه شما هم در دیگر گوشه و کنار شهر و ناحیه یا جمهوری هست عائله هایی هستند که کلین و خوشتامن با هم دیگر مناسبت خوب ندارند. امروز که شما صاحب کلین هستید، صاحب البته داماد هستید، مناسبت شما چگونه است با بسیار خوب. کلینانم نه فرزندم باری همین دخترانم باری باور کنید که یکم باری یک رنگ بیانده در من نزد است هر دیشه دو تا کلی
андешаи шумо дар бораи муносибати баъзе аз хуштомандҳо ва келинҳо ки якдигарро чашми дидан надоранд чи аст? чаро як хуштоманд масалан келинашро наметавонад дӯст дошта бошад ё келин наметавонад хуштомандашро дӯст дошта бошад? сабаби ин дурӣ дар чи аст? аз беақлӣ. бештар кадом тараф гунаҳгор аст аз шумо? хуштоманд ё ки арӯз? آخر شتومانم به هست که اینم به هست از دو طرف نفهمی که شد شوام میگیرده حرمت کند اگر کلیم و شتومانم حرمت میکنه شما برای همین گونه خوشتامندهای کلمات چی مصلحت میدهید؟ نکنه همه خیلی مهربانی کرد یک دیگر فهمی کنه. خاله جان، فرقیت زندگی امروزتان از زندگی که در دوران شوروی بود در چی است؟ یک خیلی باور کنید همه برای خوشبخت زندگی کردم پیش تا حاضر من یک فرق ندارم. آیا تا رسیدن به این همه آبادی و آزادی مثلا به این همه تنجی و آرامی که عائله شما دارد بودن روزهایی که وزنی به سر شما و شوهرتان آمده باشد برای پیش‌بینی زندگی؟ نبود. از اول عائله شما تامین بود همین گونه؟ نه آخه خیلی با محنت کردیم مشقت کردیم. نه نارسایی ها بودند در گذشته؟ نه نارسایی نبود. محنت میکردید و یعنی کمبودی عائله رو بود میکردید هم روی شما؟ محنت میکردیم. سلام باشید، تشکر. من یارو سائره سال تولدم 1970 ما فرزند کلانه همین خاندان هستم. پدر و مادرم ما همه خوددانم هستم که پدر و نان معلمی را خورده کلان شدیم و اینها ما سبق آموخته زندگی خودم نقص برده ساگیم. پدر و مادرم ما عبرت تربیه گرفته و مصلحت با همین کدام خصلتی پدر و مادرتان به شما خیلی پسند است که حس میکنید که در دیگر پدر و مادران نیست؟ یک دیگر فهمه و مهمان دوستی، مهربانی و همه فرزندان و دامادا اینا یک خیلی مناسبت میکنن. یکان تیشونه دیگه خیلی حساب نمیکنن، کم زیاد نمیدونن، همشون نرسیه با یک چشم میبینن و خب تمنیات شما برای پدر و مادرتان چه تمنیات دارید؟ من از خدا امیدوارم که همه پدر و مادرم دایم در سر ما باشن و همه برای ما مصلحت و مشورت خود را دریغ ندارند و دایم سلامت باشن، عمر دراز و رزق فراز بینن. سلامت باشید. من یارو ساجده می باشم. سال 1977 تولد شدم در همین عائله. من خوشبختم که چنین پدر و مادر دارم و شکرانه همه شکرانه وطن، شکرانه پرزیدنت میکنم، شکرانه عائله‌مان، شکرانه فرزندان. من ایما سردار می باشم. سال 1978 من سال 2005 به این عائله آمدم و من خوشبختم که به همین همخیل عائله کلینی شده آمدم. من همین زندگی من خوشبختم پدروسم یاد گرفتم. وقت از آنی که شما به همین عائله آمدید از عهده انجام همه کارها میبرآمدید؟ نه من یکم کار کم یاد گرفته بودم ده. کی کمک میکرد در این راه؟ مثلا خودشون یاد میدونن؟ در حالی که از عهده کاری فرمودهشون نمیبرآمده چگونه با شما مناسبت میکردن؟ با تعریف کردن میگرفتن و من زیادتر این کسی الهام میگرفتید؟ تمنیات شما برای خسرو خوشتامانتان؟ من میخوام که همیشه در سر ما باشن. سلام باشید. خیلی که مثال اینجا عائله نمونوی و عائله یوروپا را اعتراف کردن، خیلی که بسیار سوالات در اینجا شده گذشت که سوال آمده گفتن که جداشوی عائله و نورسان در چی؟ در این عائله یکم مثال جداشوی عائله ها دیده نمیشد، اینا اونجا مبایب شهر داده نمیتونستن برای اون که از خود تو کلانی که مثال به شوهر برآمد تو مثال بزرگ شده نشه یکم نزاع در بین عائله ها شده نشدگی بود در این عائله. اون خیلی که تو از خود تا بزرگ شده ما از بابای بزرگمون مثال تربیت گرفتیم برای و مسئولیت اون کسی گرفته بعد مکتبای عالی رفتیم هم که با طریق تلفنی از این کس مسئولیت می‌پرسیدیم با همین گفتگوی این حال با راه درست و قدم می‌نهادیم.
ما آرزو داریم که همیشه من همین بابا و ببیم اثر ما همیشه وای باشن، دوی ما خوشبخت همیشه سربلند باشن در بین دیگر اوله و ما این بهترین اوله نمونوی شده. ما هم همین از نسل جوان حاضر نشسته تا بزرگشه همین که عبرت گرفته، همین خیلی که رفت پرسیس اوله داره اون کس که دمو حاضر مثل راهی درست راه هدایت میکنن، ما هم همین راه دوام دهیم. من جرأت‌الزاده مشرق سال 1999 تولد شدم. من خود را یکی از نابغه‌های خوشبخت‌ترین همین عائله، همین خانواده حساب می‌نمایم. از وقتی که من به حیات به علوم هستی پا نهادم، وقتی که به مکتب به صنف اول می‌رفتم، از همون صنف اول تا بازی از هدایت‌های همین از همون مشورت بابا و بیبی گرفته در زندگی چی در دیگر کارهایی که با من مشکلی میکرد در زندگی، از همینها مشورت میپرسیدم و اینها باشند با یک خوشنودی، با یک الهام تازه، با خرسندی با من مشورت میدادم و این با من یک الهام تازه میبخشید. وقتی که من به دانشگاه یعنی داخل شدم، در همون وقت در امتحانهای دولتی که با من یعنی می اومد، از همینها یعنی دعای نیک اینها رو میگرفتم و در یگان جا یعنی در نمیموندم و وابسته به همین من یعنی آرزو مینمایم که عائله ما، اما اولادی که همین بابای بیبی هم تشکیل نمودن، همیشه همین طور سرجم باشن و بابای بیبی هم همیشه در سر ما باشن. و من خود را یکی از خوشبخت‌ترین می‌حسابم که در همین فضای استقلال، در همین وطن آباد و صلح یعنی به وای رسیده، تولد شده به وای رسیدن و در همین عائله، در همین اولاد، خانواده یعنی اون بسر می‌برم. یکی از فرزندان این عائله، ظفر یورف، با مقصد سهم گذاشتن به آبادی دیار خویش مرکز خدمترسانی را ساخته به استفاده داده است که در آن نقطه پای افزودوزی، کاشانه حسن، سرتراشخانه، مهمانخانه و تالار بیلیارد فعالیت دارد که همه روزه ساکنان این دهه از خدمترسانی این مرکز استفاده میبرند. چون که شاهد هستید، ما در پیش یکی از مرکز خدمترسانی ها قرار داریم که مرکز خدمترسانی با تشبث و رهبری یورف ظفرجان و 10 نفر بچه‌های لیاقتمند دهه درباره رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اقدام کردند که مرکز خدمترسانی با 5-6 جای کاری دائمی ساخته به استفاده دهند. خوشبختانه مرکز خدمترسانی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و به استفاده آماده شد. در مرکز خدمترسانی تعمیر پایافزال، سرتراشخانه، مغازه، مهمانخانه، کاشانه حسن، تالار بیلیارد عبارت می باشد و ما باشندگان دهه از اقدام پیشگرفته انسان همت بلند یورف ظفرجان و فعالان شاد هستیم. امید می‌بندیم که در آینده دهه رشد نموده بهر بنیادکاری های نو کمر همت می‌بندند. همچنین اعضایان عائله یورف ها برای تأمین نمودن اهالی با آب تازه خط آب نوشاکی را ساخته به استفاده دادند که احتیاجات مردم به آب نوشاکی پوره تأمین گردید. در دهه فیلماندر اینچنین مرکزی سلامتی فعالیت دارد که این مرکز دارای 7 حجره کاری می باشد که همه روزه 8 نفر کارمندانش به اهالی خدمت طبی می رسانند. من شریفه و مایزره، کارمند مؤسسه مرکزی سلامتی دهه فیلماندر. در مؤسسه ما این زمان به 8 نفر کارگر داریم. ساعت کاری ما از ساعت 8 تا 5 بگو 3400 نفر اهالی به ما خدمت رسانی میکنه. این زمان حوزه واکسین کرونا ویروس ضرورت ایستاده ایم. چند فیصد بود شده؟ زیاده از 800 نفر امتحان واکسیناسیون ضرورت. در دهه مذکور سطح تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان خوب به راه مانده است که در این سمت نقش مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 77 نظر رس است. این مؤسسه تعلیمی دارای 26 صنفخانه، حجره‌های فنی و کتابخانه می باشد. در سال خوانش 2020-2021 730 نفر خواننده در 2 بست تحصیل نمودند که با آنها 54 نفر آموزگاران سابقه دار تعلیم و تربیت دادند. من اسفندیار مخدم‌زاده، جانشین دیرکتور اداره تعلیم در صنف‌های ابتدایی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77 دی فیلماندر کار و فعالیت می‌نمایم.
در خوانش 2020-2021 خوانندگان 700 نفر بودند. 700 نفر تحصیل میکنند. در آموزگاران 54 نفر کار و فعالیت میبرند. شرایط مکتب در زمان حاضر خیلی خوب و بهتر می باشد. مؤسسه ما زیاده از 26 صنفخانه دارد که در دو بخش فعالیت میکند. کابینت فنی اینفورماتیکا بیولوژیا می باشد. امسال باشد مؤسسه ما با دستگیری پدر و مادران از نو سازی کرده شد و مؤسسه ما از نو از طرف پدر و مادران ریمونت کرده شد که همچنین به حالت حاضر زمان جوابگو می باشد. چی طوری ما خود شاهد شدیم مردمی این دهه برای آبادی زادگاهشان تا امروز کارهای زیادی را به انجام رسانیده، باز هم نقشه های را در این سمت در آینده می خواهند عملی گردانند. ما برای رسیدن به هدفهای نیکشان به مردم تشبسکاری این دهه برای موفقیت تمنا نموده برنامه نوبتی خیش را از حدود جماعت